دوستای عزیز، یه رازی درباره این 7 چاکراها یا کلا بافتا هستش. این نخای ابریشمی که شما تهیه میکنید نخای ابریشم موم خورده است که اینا یه سری موم بهش زده شده. شما برای اینکه بخواید مومش رو بگیرید یه ذره کمترش کنید، چون خیلی ها به موم حساسیت دارن، خیلی هم ندارن. اصلا موم برای این به نخ ابریشم میخوره که سفت شه، کار جذابتر گره ها نشون داده بشه. شما برای اینکه یه مقداری بخواید مومش رو بگیرید و این براق بودن و طلایی بودن و شاین کار رو بهش بدید، یه مقداری فندک رو کارتون میگیرید. به این صورت براق